سلام شما رو عکس خفن. آقا ریاکشن میخوام بریم به کلیپ امیر ایزد که تو چنل کیک امیر ایزد پخش شده در مورد درامای اخیر سهیل سولبا و سهیل پرنک که شاید یه سریاتون بدونید و حالا موضوع رو دنبال کرده باشید. اگر هم نمیدونید توی این توضیحاتی که امیر ایزد میده احتمال خیلی زیاد متوجه میشید و من میخوام خیلی سریع بریم سراغ شروع کنم براتون. ریاکشن. از کجا شروع کنم براتون؟ اول از همه که بگم هیچ علاقه ای نداشتم که کار به این مرحله بکشه، ورود بخوام بزنم تو این مرحله و این اتفاقا بیفته. این داستان چیزی که من در جریانم مثل که پشت پرده سعی کرده بره با بچه‌ها صحبت کنه و حالا این درگیری‌ها رو بخوابونه، ولی چیزی که یه جورایی به نظر میاد انگار خیلی هم بدت نمیومد که بیای و در مورد این مسئله صحبت کنی. چند روزی هستش که به مسائل مختلفی پیش اومده، همش از جایی شروع شد که سهیل پرنک تصمیم گرفت مسئله که براش پیش اومده رو مطرح کنه و بلافاصله من از سهیل پرنک حمایت کردم تو این ماجرا، چون و خیلی چیزا مطلع بودم و آدمای روبروی سهیل پرنک رو به خوبی میشناختم. چی شد که به اینجا رسید؟ ببین بچه‌ها، یه سری مسائل تو کامیونیتی هست، یه سری اختلاف‌ها هست، خیلی‌ها با خیلی‌ها مشکل دارن. خیلی عجیبه. صدا کم میاد، صدا بیشتر می‌کنه. نگران صدا نباش. یه لحظه، من امشب قراره شب جالبی بشه فکر می‌کنم. بله. الان بهتر شد صدا عالی شد. خب خدایی صدا ببینید این خنده‌های شیطانیه. استریم یه خود تایم ویدیو رو سریع‌تر می‌کنم. استریم عیادت سام صابری یادتونه بعد اینکه دماغش شکسته بود؟ اوکی. من این نکته بگم، من یه سری حرف میخوام بزنم، هیچ منبعی براش ندارم و اول که استریم مثبت 18 ساله امشب، اگه کسی بالای 18 ساله، زیر 18 ساله تو این استریم نباشه بهتره و در جریان باشید. مرسی که گفت. ماجرایی که هست برمیگره به این که من خب دیگه من امیر ایزدم قبل از هر چیزی ایول. و بچه کونی بازی و یه سری کارهای تخمی و کیری و اینا تو کت من نمیره. چی اومده و شمشیر دولبه فقط میخواد جر بده، احساس میکنم. یا علی آقا چیزای مختلفی خب تو همه این سالها دیدم. آدم با گذشتی هم هستم، میگذرم، سکوت میکنم، به خاطر رفیقام سعی کنم همیشه محبت کنم، مثبت باشم، همه چی خوب پیش بره، قشنگ پیش بره، تا جایی که میشه احترام حفظ کنم، بگذرم، بگم شاید اینجا من اشتباه برداشتم، شاید اینجا اون طرف مقابلم بچگی کرده و فلان و بیسار این حرفا. همین اول بگم که چرا امشب من آدم بخشنده‌ای نیستم توی سری مسائل. یه یادآوری کنم سوی سول با یادت بیاد، گفتم من هر حرفی که میزنم و به عنوان این در نظر بگیر که سند و مدرک اون حرف منم و خودم دارم تاییدش میکنم هر چیزی که میگم. یه زمانی با سوی سولبا تازه آشنا شده بودیم و ارتباط گرفته بودیم، رفیق شده بودیم. جنجس تیپت $1. امیر عاجب غريب دوست دارم. مرسی. امشب و تو برو دست بر. یه درامایی پیش اومد، خانم پیکسی داشت ریاکت می‌کرد به فهمچون ما و اگه یادتون باشه به سوی سولبا گفتش که چسخوره و این حرفا، و من ناراحت شدم. هر جا تایید یادتون بود تایید کنید دیگه، چت می‌بینم بقیه. و من پشت سهیل در اومدم و دراما کردم و ناراحتیمو اعلام کردم و گفتم که خیلی حرف زشتیه، حرف غلطیه و فکر کنم اینو من یادم، این چیزی که داره میگه یه چیزایی تو همین مایا یادم داستانا. و طبق معمول این آدم قایم شده بود تو این ماجرا و پشت من در نیامد. خود سوی سولبا نیامد مثلا یه بیا مثلا داشتم دمت گرم فلان، اشکال نداره. و من احساس کردم که مثلا تنها رفتم به فایتی، تو تنها رفتم از یه نفر حمایت کردم، خودم این واسه کیر کردم، مثلا اینکه احترام گذاشتم به اون آدم، داشتم حمایت کردم. بعد
تو کامیونیتی موقع مثلا اینجوری بود که آقا مثلا تو اصلا با سوهل رفیقی ارتباطی داری چیه داستان و اینا. اون نشسته بود سوهل با اینجوری رفتم اون و گوشیمو در آوردم گفتم یه ویدیو مثلا ببینم داشت سوهل پیشم مثلا ما با هم خوبیم مثلا همین در میاد مثلا داشت سوهل چطوری جیگر بغل من باشه ویدیو مسیج. نه اولین بار بود لطفا کسی به من زنگ نزن. این اولین بار بود که حاجی یه سریا دارم به زنگ میزنن که نگو داداش میگه لطفا کسی بهم زنگ نزنه. من اینجوری گوشیمو آوردم بالا اومدم ویدیو مسیج باز کردم بعد قبلش با هم بگو بخم می‌کردیم و همه چی اوکی بود و داشت دمت گرم و این حرفا. آره حرف زشتی زد کارش بد بود. یه گوشیمو آوردم بالا ویدیو مسیج بگیرم بعد مثلا من خب این همه سال این کامیونیتی هم مثلا یعنی این لول از حرکتو ندیده بودم تا حالا. گوشیمو اینجا آوردم بالا بعد یهو این از جاش بلند شد. بگو ببخشید من یه مدت نمیخوام تو کانال ویدیو مسیجی چیزی باشم و اینا راحت نیستم. یه لبخند زدم جوری گوشیمو قفل کردم گفتم من حتما چونه این میذارم. چی شد؟ What the hell؟ بعد چی شد؟ ویدیو مسیج گرفتی گفت نمیخوام جواب بدم گفتی چی شده؟ چرا؟ همینجوری گفتم من حتما چونه این میذارم. با من دیگه این بازی رو شروع کردم اینا جالب بود. مثلا حالا ببین بالاخره یه جایی میگذره فلان میساری یعنی حالا این اسم میگم از کجا شروع شده؟ یعنی میخواد بگی که از اونجا شروع کرد منو ایگنور کردن یا مثلا خواست بگه آقا من توی مثلا ویدیوهای یا استریمای تو نیستم یا همچین وایبی داشت این حرفش بیاد مستقیم داره با سولوا صحبت میکنه واسه همین شاید یه سری چیزا رو ما نفهمیم. ایناست که چند سال فکر کنم 4 سال گذشته نه گفتم یادت باشه این موضوع از کجا شروع شده مشتی کینه شطوری هستی چی هستی بعد 3 سال گذشته که پشت منو خالی کرد. حالا گذشت اتفاقات مختلفی پیش اومد و یه دهمی بعدش چنل زودی آره حالا اینجوری شد قضیه. بعد اخیراً استریم چیزای مختلفی هست میخوام اون قسمت اون هایلایتی که واسم مهمه رو بگم بعد استارت صحبت رو انجام بدم. بعد اخیراً استریم عیادت سام بود. من و سام خب خیلی واسه هم احترام قائلم. سام خیلی پسر با شخصیت درجه 1 ببین سام صابری که از آدمای بسیار دوست داشتنی و با معرفته و خیلی آدم خوشقلبیه و از این خوشقلب بودنش بعضی وقتا آدم‌ها مثلا میخوان سوء استفاده کنن بهش فشار بیان توی موقعیتی قرارش بدن تو رفاقت و اینا. اون روز سام می‌خواست شبش استریم عیادت بزنم از خبر نداشتم من خواب بودم و ظهر بود فکر کنم. ببخشید سام من مطرح می‌کنم موضوع رو بدون اطلاع عذرخواهی می‌کنم. بذار پای رفاقتم. ظهر به من زنگ زد سام گفتش که داداش ببین چه چیزایی میخواد بگه که داره معذرت‌خواهی میکنه واسه پابلیک کردنش. خوبی چطوری گفتم شاکرتم فرجام. گفتش من شب می‌خوام یه استریم بذارم استریم عیادت بذارم. نه بچه‌ها بهتون بگم بمب اتم زده انگار حاجی. این وادز استریم 107000 تا بازدید گرفته توی کیک. وادزای دیگه چه نگاه کنید 8K 3K 20K 1 و 3K مثلا وادزی که 100K ویو توی کیک شات خیلیتون 100K ویو تو کیکو درک نکنید. بعد این آدما قراره تو استریم من باشن و من خیلی شرمنده‌ام و خیلی عذرخواهی میکنم که تو رو نمیتونم دعوت کنم که شب بیای. و گفتم داداش تو یه وقت خدا نکرده از من دلخور نشی به دل نگیر. گفتم داداش قربونت برم فرشم چه حرفیه. پشمام حاجی یعنی اونا گفتن یا ما یا امیرعیزت. حاجی پشت پرده این همکاری‌های یوتیوب بد سموسون میشه. ان شاء الله بهتره کنه. میدونی من کسخلی که نیستم به گوش من میرسه که چرا من جای نباید باشم چی نباید بشه. آدما با من حرف میزنن. آخه فعلا محسن بچه چونی یا ابوالفضل من میام یا ابوالفضل رتبه بندی استریم رو از تو تعریف میکنم به حق چون من آدمیم که اینجوری ام خایمالی نمیکنم. کلیپش هست میام تعریف میکنم میگم استریمر بسیار خوبیه توی خیلی خوب میذارمش و این آدمو اگه توی قسمت گوت نمیذارم به این دلیله که پتانسیل بسیار زیادی داره. هم بچه‌ای که درآمد خوبی داره هم کانکشن داره تعریف میکنه که بعد برینه بهش اصلا مشخصه بنای خوبی داره و به نظر من ضعف کارش عدم خلاقیته و با وجود یک منیجر میتونه خیلی رشد بیشتری داشته باشه. به همین دلیل تو خیلی خوب میذارمش و تو گوت نمیذارمش. تو چونه میری پشت سر من میگی امیرعیزت منو گذاشته اینجا کارش کیری بوده و من حال نمیکنم این آدم اینجا باشه. یاد اون وقتی میافتم که با سهیل پرنگ تو زمین فوتبال بودی و سهیل پرنگ به تو اعتراض میکنه که چرا نمیای استوری بذاری و از مردم حمایت کنی و میترسی تو اون تایمی که خودت میدونی.
و به تو میرینه بابت این موضوع که چرا پشت مردم نیستی، که دوباره توی کونی میری پشت سر سهیل پرنگ میگی که فلانی این آدم به من ریده، حق ندارید اگه رفیق منید با این دیگه ویدیو بگیرید. من هیچ چیزی رو درک نمی‌کنم. خب یعنی چی مثلا؟ چرا مثلا یکی باید از یکی دیگه بخواد که مثلا استوری سیاسی بذاره؟ اینو یک درک نمی‌کنم واقعا. یعنی این حرکت، ولی از اون برای حرکت یعنی سر این قضیه ناراحت شده و مثلا گفته یک کانکت نباشیم باش دیگه، باش کار نکنیم. یعنی چیز توی مایو بایکوت میخوای بکنی سهیل پرنگو با مافیا بازی؟ اینجا جای سفت. من نمیدونم، من سری قبلی یه کاری کردم هنوز جاش هست. اینجا نوشتی دیگه فیر اف ایزد، یه اف او ای نوشتی. من نمیدونم چرا دلت واسه سیزن 2 تنگ شدی یهو رندوم فیر آف ایزد what the اف او ای 2 خواستی. هم تو هم رفیقت. ببین شما من دروغ میگید، من تو کتم نمیره دروغ، به من نمیتونید دروغ بگید. همین سهیل سلبایی که اومد چند روز پیش بعد از این که ببین تو تا آخرین ثانیه سهیل سلبا نپذیرفتی که محتوای سهیل پرنگو دزدیدی ازش، نپذیرفتی. تک تک آدمایی که داداش میکردی، پیویشو میگفتی قلب منی، یک منی، بهترینی، قربونت برم، داداشمی به قرآن، به جون بابام تو نمیدونم عزیزترین آدممی، این حرفا رو میزدی، به تک تک اون آدما دروغ گفتی. تا آخرین ثانیه گفتی به جون جد آبادم، چه اس ام اس هایی داره براش میاد که داداش نگو، صبر کن، ادامه نده، به جون نمیدونم مادرم، به جون پدرم، به جون فلانی. الان بمب رو گوشی من نزنید بابا اس ام اس بیاد. قسم میخوردی که من محتوای آدمو ندزدیدم. تا این آدم اومد سهیل پرنگ نوت گذاشت تو اینستاگرام، سهیل پرنگ تو اینستاگرام گفت اسکرین شات میخوام بذارم، خایه کردی. 4 صبح گفت اسکرین شات میخوام بذارم، خایه کردی. 7 صبح اومدی چیکار کردی؟ 7 صبح اومدی یه دونه وایس گذاشتی، وایس رو من دارم. خب یه وایس گذاشتی، بذار بیارم این وایسو من. نه سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینو بگم که این دلیت اینو وایس اولیه است. وایس اولیه که ازش پخش شد خیلی حس و حال انگار مثلا عوام فریبانه داشت، یه همچین حس و حالی داشت. رو نمیدونم، ولی وایبی که من از اون گرفتم اینجوری که خدا این چی داره میگه، چه داره بدتر میکنه قضیه رو. این وایسی که این چند سال اخیر گرفتم، گفتم یه بیام راجع به این حواشی اخیر صحبت بکنم که نه اصلا تو چت من کسی تریبون فلیم حسین نشه، فلیم بهت فوش داد فلان که کیرم تو فلیم حسین. حرفای من امشب گوش میکنی؟ یا ابوالفضل حرفای من امشب گوش میکنی؟ وایسو گوش کن. من اول از همتون معذرت میخوام. من واقعا شرمنده‌تونم که درگیرتون کردم، استرس بهتون دادم که مثلا ولی یه همچین مدل چتی داشته باشی که پشتت باشه خیلی قدرت میخواد. یعنی فرض کن مثلا این حرفی که الان امیر ایزد داره میزنه به درست یا غلط هر کسی نمیتونه بزنه، این یه فکته. اگه یک شخصی مثل کوچیکی مثل خود من بیام این حرفو بزنم، حتی اگه به حق صحبت کنم، پاره میشم من زیر رگبار مخاطبای اون طرف. واقعا فضای مجازی همچین حالتی داره و این الان یه قدرتی که داره این حرفو میزنه دیگه. اصلا برام مهم نیست. خیلیتون منتظر بودین که من بیام جواب بدم، درگیرتون کردم، دور سرتون میگردم. من معذرت میخوام از همتون که واقعا نمیدونستم که چیکار باید بکنم، چون خیلی فشار رو پدرمه، رو خودمه، رو خانواده‌مه. من حاجی چت فقط خنده است، پشمام حاجی. دقت کن، ببین من این کارم، به نکات دقت کن. خیلی فشار رو پدرمه، رو خانواده‌مه. یعنی مثلا الان ببین سوء استفاده از احساسات مخاطب، دقت کن. ببین من کلاس جواد عزتی نرفتم، کلاس استاد سمندریان رفتم. دقت کن، گوش کن. سرتون میگم، میدونین چقدر دوستتون دارم. من از همینجا معذرت میخوام چون خانواده من و نمیخوام هیچ وقت باعث بشم که حالتون بد بشه. میگم خیلی فشار رو خودم، خانواده‌ام بود. ببین تاکید دوباره ها، رفته محتوای یارو رو دزدیده، نوت گذاشته، اسکرین شات میذارم، وایس اومده عذرخواهی کنه، به جای اینکه بعد از سوی پرنگ عذرخواهی کنه ها. مخاطب مردم شریف ایران، گوش کن فقط. حاجی البته این همه من هر کی دیدم همین جوری بوده. یعنی الان هر کی نه، ولی اکثرا این شکلی بودن. وقتی به مرحله معذرت خواهی میرسن، میان از مخاطبای خودشون معذرت خواهی میکنن و اون طرفو مثلا یه جوری ایگنور میکنن. توی داستان مانیویتس بود چی بود، توی چند تا داستان من این چیزو دیدم، این قضیه رو دیدم. و اینا میگم میدونم چه فشاری روی طرف مقابلمه، مطمئنم. اما سوال اینو که مستقیم خود بگم، من خیلی خوب تو منو میشناسی و من میدونم که چقدر دلت بزرگه. من مطمئنم که چه فشار زیادی
روت بوده که شما این وایسا رو گرفتی. خب من از همینجا معذرت میخوام که باعث این اتفاق شدم. کاش حلش میکردم، کاش زنگ میزدم، کاش اصلا اینجوری رفتار نمیکردم. این قسمت از وایسش به نظرم اوکی. نمیدونم من اصلا چرا اینجوری کردم که زودتر حلش نکردم. اون داستانا رو که خودت میدونی هنوز نرسیدم راجع به ایده و اون داستانه که خودت میدونی و فلان و همین تو لفافه فعلا داشته باشه. همینجا معذرت میخوام از سر همون داستان. از کدوم داستان؟ یعنی داری از یارو عذرخواهی میکنی؟ تخم نداری که من با این آدم چی کار کردم؟ تخم نداره بگه من سر اون داستان ببخشید من حال خانواده‌ام بده. از اون داستان عذرخواهی این شکلیه دیگه. آره عذرخواهی مدلیه. پس من میگم که به جون پدرم من الان تنها نشستم توی خونه و پدرم حتی از موضوع و داستان و کاری که من میخوام انجام بدم خبری نداره. ظروف حالا بابام خیلی بده. آها حالا بابام خیلی، یعنی مخاطب عزیز تا اینجا داشته باش. حال بابام، ببین بابا تو دیگه تو میدونی دوست دارن، مردم خانواده تو دوست دارن، طرفدار تو ان. بابام حالش خیلی بده. حاجی پشمام 8500 تا ویو. ببین مگه سهیل پرنگ حال بابای تو رو بد کرده؟ کار تخمیه تو حال بابا تو بد کرده اگه حالش بد شده. میخونه همه چی میخونه، میبینه همه این چیزا رو. به نظر من اگه فوش نده امیرعزت یه لول بیشتر برنده است. یعنی فوشه کارو خراب میکنه دیگه. همینجا بگم به جون بابام عمو سهیل، بچه‌ها من میگم عمو سهیل چون بیشتر من خیلی البته شایدم یعنی مخاطب این شکلی میپسنده که یعنی وحشی ظاهر شی مثلا وقتی میخوای دیس کنی. نمیدونم اسمش دیس، اسمش دراما، اسمش هر چی که هست، ولی اضافی شوی آهنگ داره میگه دوستم دارم وقتی درنده ترم. شایدم اینجوری باشه، بیشتر دوست داشته باشم وقتی فوش بدی. I don't know، شما بگید. سعی کردم ارتباط بگیرم دوباره که اینا رو بهت بگم. اما امروز پدرم زنگ زد، امروز خودم با اکانت دیگه چون اکانتم بلا کرده. ولی اینا راست میگه دیگه. هی در مورد پدرش صحبت میکنه، چون پدرش بخشی از چیزشه دیگه، یعنی بخش بزرگی از مخاطباش طرفدار پدرشن. اکانت دیگه بهت پی ام داد. یعنی من خیلی سعی کردم ارتباط بگیرم و این آدم لامصب بابام زنگ، یعنی بچا زنگ بابام جواب نداد. خب حلش بکنم، یعنی که معذرت خواهی بکنم. سر ایده بگم که من به جون پدرم نمیدونم چرا فراموش کرده بودم و آها ببین تا ثانیه های آخر اسکرین شات بیاد به عالم آدم، به صمیمیترین آدمای دور و برت میگفتی چی؟ میگفتی به جون بابا من نمیدونم، یادم نمیومد، من از خبر نه، اصلا من کاری نکردم، من اصلا دزدی محتوا نکردم. اسکرین شات سهیل پرنگ هست، تو اسکرین شات ایده رو کامل نوشته، کامل تو لولی به تو ایده رو گفته که گفته گزارشگرش اشکان شادکامی و امیرعزت باشن. الان پانچ لاین اول بزنم، تو تا آخرین ثانیه تا اسکرین شات پخش یادت نمیاد. به خدا بابا من اصلا یادم نمیومد دیگه. فقط سوال دارم چی شد که تو خود کشتی کجی که گرفتی گزارشگر دوباره اشکان شادکامی بود؟ What the hell؟ مگه میشه همچین چیزی رو یادت نباشه؟ مگه داری؟ عین متن، یعنی تو ایده رو که دزدیدی هیچی، فیلم نامه رو هم دزدیدی، فقط دیالوگا رو نگفتی. گزارشگر چرا اشکان شادکامی بود؟ تو یادت نمیومده؟ آره تو آخرین ثانیه بچه‌ها به قرآن به جون پدرم من یادم نمیاد. گزارشگر چرا دوباره اشکان شاد؟ گزارشگری که سهیل پرنگ نوشته بود اشکان شادکامی امیرعزت، تو اومدی دوباره گزارشگر کی؟ اشکان شادکامی. چه عجیب. بعد از اینکه نوت تو دیدم رفتم سرچ کردم توی چتمون و دیدم شما همچین ایده به من دادی و من از همینجا معذرت میخوام. یعنی چی؟ یعنی منو اسکرین شات نذاشته سهیل پرنگ، رفتم سرچ هم چتمون دیدم ای بابا شما همچین ایده‌ای به من دادید، من شرمنده‌ام. بخشید که شما اومدی، اما من دیدم تو اومدی گفتی این بین خودمون بمونه. من واقعا معذرت میخوام که اصلا این که پخشش نمیکنم هیچی، ولی واقعا معذرت میخوام که همچین ایده گرفتم. همینجا دارم اعلام میکنم بچه‌ها این تو رو خدا برعکس نشه. تو رو خدا حاجی این جملهش هم واقعا انگار پاپولیستی بود، یا انگار مثلا نمیدونم خیلی عجیب بود این حرفی که داشت میزد. تو مثلا مگه سهیل پرنگ الان کاری کردی که بخواد برعکس شه؟ واسه این حرف خدا هیت برعکس خواهش دارم میکنم جان. بعد من که به تلفنی همون لحظه زنگ زدم گفتم من وایس تو رو پاک کردم دیگه سهیل سولبا، درسته؟ من زنگ زدم به تو سر صبح 7 صبح بود وایس گذاشتی، داشتم میرفتم باشگاه تو استریم ادمین خودم رفیق خودم شایان شعبانی، من با هم حرف زدیم دیگه، زنگ زدی صحبت کردیم، گفتم وایست خیلی کیریه، من 10 ساله تو این کامیونیتی ام، میدونم داری فیلم بازی میکنی، داری کس میگی، وایس رو به خاطر من پاک کردی دیگه. گفتی چی؟ مردم تو رو خدا هیت برعکس نشه ها، هیت برعکس نشه. دقیقاً کجا چرا باید هیت برعکس میشد؟
تو رفتی محتوا دزدیدی، تو داری عذرخواهی میکنی. چرا اینا میگه؟ چون سوء استفاده از مخاطب. چون مردم من حال بابام بد شده، حال خودم خرابه. تو رو خدا هیته برعکس نشه. من کسخلم یا مردم کسخلم؟ دوستان عزیز سوال دارم، وقتی این حرفو میزنی یعنی چی؟ یعنی هیته برعکس بشه. واقعا هنوز این دوتا فن دارن، کیفن فلیم از فول باس دیگه. خیلی یعنی من متوجهم که الان پیش خودتون میگید برم به سهیل پرنگ فوش بدم، ولی تو رو خدا هیته برعکس نشه ها. چرا باید برعکس بشه؟ مثل آدم عذرخواهی میکردی، میگفتی یادم. یعنی کسکلک، یعنی برعکس شه، یعنی پاس دادن هیت به این نفر روبرو رکورد همه لایوها شکست بود. خوبم یادم بود، انقدر یادم بود که رو متنت خوندم گزارشگر اشکان شادکامی. خب این کوشیکت اینجوری باشه. آها، تو به همین علی زودیاک به دروغ نمیگفتی؟ رفیقت مگه نبود؟ به دروغ نمیگفتی؟ داداش کوشیکچ ایدهش از تو استریم امیر ایزد اومد، داشت ریاکت میرفت به آرکیو زدن فلیم. بعد ما گفتیم چقدر جالب یه کوشیکچ با یوتیوبرها یه چیزایی داره پشت پرده میگه که آدم فقط میرینه. و همه میدونن بنیامین با رضا و علی مشکل داشت، قدیم با هم اختلاف داشتن دیگه، درسته؟ بنیامین با رضا و علی مشکل داشت. چرا مشکل داشت؟ جناب علی کارگردان کوشیکچ کی بود؟ 2 هفته همین رفیق علی زودی چونش پاره شد. همه پروژه تو رو کارگردانی که بدبخت، همین بدبختم مثل بقیه اون بدبختا که تو اون ویدیو بودن نمیدونستن داری دزدی میکنی کانتنتو. 2 هفته این آدم زحمت کشید کارگردانی پروژه تو رو انجام داد، وعده‌اش بردی، پروژه رو کجا گرفتی؟ کاش حداقل ویدیو کشتیکج یوتیوبرها میومد بیرون، میدیدیم چه جوری. الان با این تفاصیل دیگه همچین ویدیویی رو نخواهیم دید. حیف شده. خدا وکیل. تو استودیو بنیامین گرفتی. تو نمیدونستی بنیامین از دیدگاه مخاطب میگم، یعنی واقعا اگه ویدیوش بیاد بیرون شما دوست نداری نگاه کنی؟ دوست داری. با علی زودیاک مشکل داره، بنیامین با علی زودیاک اختلاف داره. هنوز اینا مشکلشون رو با هم حل نکرده بودن. من این چند روز پا شدم رفتم اینور اونور جلسه گذاشتیم. تویی که رفیق علی و رضا بودی، یه بار قدم ور نداشتی واقعی بری بشینی حرف بزنی این بچه‌ها رو بیاری با هم دیگه مشکلشون رو حل کنی. تو که ادعات میشد. من اومدم تو همین 2-3 روز جمع کردم بچه‌ها رو، ازشون خواهش کردم، تمنا کردم حرف بزنم، مشکلشون رو حل کردم. اختلافشون رو گوشن کنار، ان شاءالله حالا بعداً صمیمی‌تر بشن، دوباره رفیق بشن. من این کارو کردم، تو نکردی. حالا کاری ندارم، رفتی تو استودیو بنیامین گفت نمیدونستی مشکل داره دیگه، چیکار کردی؟ زنگ زدی علی زودیاک. علی داداش شرمنده به خدا، من خیلی دوست داشتم تو پروژه تو کارگردانی کردی فلان، شرمنده دیگه بنیامین اوکی نیست تو بیای، تو نیا. یعنی این بدبختو تو نمیدونستی همچین چیزی میشه. با چه ذوقی داشت پروژه تو رو کارگردانی میکرد، کمک تو میکرد، چیر کردیم بنده خدا رو. حاجی چه داستانایی دارم پشت پرده یعنی اصلا پشماش میریزه حاجی. این وقتی بحث پول وسط باشه این اتفاقا به نظر من میفته. یعنی وقتی 2 نفر دارن با هم یه کاری میکنن و اون کار منجر به تولید پول میشه یا سرمایه میشه، تو هر پرسپکتیوی، تو هر شغلی، تو هر جایگاه دیگه‌ای معمولا اتفاقا میفته. مثلا میبینید 2 نفر رفیق صمیمی با هم شریک میشن، میرن توی کسب و کاری با هم به مشکل میخورن. یعنی پول همیشه دردسرسازه. ما از این کار تخمیا کردی. حالا این ماجرا بمونه. گفتم آقا این وایس تو تخمیه، وایس تو زایه است. گفتم سهیل سولبا من دارم با سهیل پرنگ 2 روز حرف میزنم، رفتم با سهیل پرنگ جلسه گذاشتم به خاطر تو. من پیش سهیل پرنگ بودم وقتی بابات داشت بهش زنگ میزد تو گوشش، میدیدم داره کینگ سولبا زنگ میزنه. ولی اون زمانی که همین سهیل پرنگ رفت با پدر تو سعی کرد صحبت کنه، گفت عمود قضیه چیه، به تو اون همه وایس 6 دقیقه 7 دقیقه، همین سهیل پرنگی که هم سهیل هم خانومش تو رو مثل برادر خودشون میدونستن. من با نیلوفر خانم صحبت کردم، گفت سهیل سولبا عین برادر من بود. ما تا حالا با هیچ کس تو زندگیمون اینقدر صمیمیت نداشتیم، خانواده ما بوده. خانم سهیل پرنگ مگه خود سهیل پرنگ مگه خانم سهیل پرنگ رو گریه ننداخته بودی با گست کردنت، با جواب ندادنت، با کیریکاریات؟ همون کاری که با حسام سمسنو کردی، همون کاری که با سعید راف کردی، همون سعید راف که من اومدم، من زمانی که تو به سعید راف اختلاف خوردی همه آدما از روی مظلوم نمایی‌های تو دلشون سوخت، اون موقع اومدن هی از تو حمایت کردن، همه یادشونه، همه استوری میذاشتن بابا سهیل با معرفت خفن فلان. من ویدیو گذاشتم نوشتم حل اختلافی اسکواد جدید، تو ویدیو از این صحبت کردم که آقا طرف یه نفر رو نگیرید، این 2 تا رفیقم، بیاید مشکلشون رو حل میدم حاجی. من یادم میاد راست کنید، این 2 تا رو میشه با هم آشتی داد، میشه رفیقشون کرد، میشه با هم اوکیشون کرد. من براتون خوب میخواستم. من تو این ماجرا کلی با سهیل پرنگ حرف زدم.
حرفاشو شنیدم. همون ظهر گفتم، صبحی که وایس رو پاک کردی گفتم یه وایس بهتر بگی. سهیل پرنگ اون وایس رو بشنوه داداش 100 ناراحت میشه. داری تو وایس مظلوم نمایی میکنی، یعنی هیت میفرستی سمتش. هی خودت زدی به ندونستن به خریت که امیر به جون مادرم میخوام با گوانی دوباره بشه من تو تلفن بغض کنی گریه کنی. گفتم ببین سهیل واسه من گریه نکن، من خودم ختم روزگارم، من ده ها نفر صدها نفر رو دیدم تو این کامیونیتی این کارو کردن. بهت گفتم واسه من مظلوم نمایی نگفتی امیر به خدا مظلوم نمایی نیست، من به خدا با تو رو راستم. گفتیم از این به بعد میخوام همه چی حل شه با هم دیگه. اوکی گفتم باشه آقا میخوای همه چی حل شه. باز همونجا تو گردن نمیگی، باز دروغ میگفتی سهیل، باز دروغ میگفتی که من به خدا خبر نداشتم. دروغ میگفتی، یعنی همون لحظه که ادعات میشد همه چی رو میخوای بذاری کنار رو راست باشی داشتی دروغ میگفتی. گفتی تا من اسکرین شاتو ندیدم اصلا یادم نمیومد. علی شادپور که اون روز جای علی زوریک آوردش کارگردان خبر نداشت مگه؟ سهیل پرنگ به علی شادپور نگفته بود پروژه واسه من ایده منه؟ ما که میدونستی. ولی تو باز تو لحظه‌ای که داری گریه میکنی ادعات میشه میخوای صادقانه حرف بزنی داری دروغ میگی. به همه دروغ گفتی، به تمام رفیقات، به تمام یوتیوبرایی که تو اون ویدیو بودن، به تمام آدما دروغ گفتی من نمیدونستم. ایده این آدمو دزدیدی تا آخرین ثانیه. اگه سهیل پرنگ اسکرین شات نداشت تمام آدمایی که تو اون ویدیو بودن حرف تو رو داشتن باور میکردن. به خاطر حرف تو با تناب پوسیده تو داشتن میرفتن تو چاه، داشتن ماجی کیا بودن حالا کاش میگفت نزدیک بود از آدمی حمایت کنن که ایده رو دزدیده. واقعا تو داشتی آدمای دور و برت هم با تناب پوسیده میریختی تو چاه، داشتی اونا رو خراب میکردی تو این ماجرا. خب گفتم وایس بهتر بگی، درسته اومدی وایس بهتر گرفتی. گفتم داداش این وایس تخمیه ها، با من تمرین کردی تو پی وی من یادته دیگه. یه وایس دیگه گرفتی فرستادی امیری خوبه. گفتم نه داداش اینجوری بگی بهتره، یه وایس دیگه گرفتی. خب تو وایس دومت اومدی چی گفتی وقتی وایس عوض شد؟ آره من میارم اینا. سلام دور سرتون بگیرم آقا. اول بگم من اون وایس قبلیه رو خیلی احساسی بودم و اونایی که گوش کردم معذرت میخوام ازتون. بابا اومد بالا سریع زد تو گوشم. چیکار داری میکنی؟ نه بابات نزد تو گوشت بگی داری چیکار میکنی. این همون چونی بازیای توئه که فکر میکنی آدما خرن نمیفهمن. تو اگه داداش آدم شده بودی وایس کی گرفته بودی میگفتی آقا امیر ایزد لطف کرد با من صحبت کرد، من خیلی احساسی تصمیم گرفته بودم وایس بهتری دادم. نه که بگی بابام اومد زد زیر گوشم. آدم پرایوت کردیت نمیده. من آدم تو کامیونیتی میبینم پرایوت کردیت نمیفهمم کسکشه. یعنی چی؟ همین فلیم حسینی که الان گوه منو میخوره من نجاتش ندادم. استریمتون لاکار مونده بود وسط استریم خودم استریممو ول کردم. اونایی که اون شب تو استریم بودن یادشونه آموزش ملد استودیو برات گذاشته بودم. میگفتم داداش این ستینگ رو بزن اینجوری بشین اینجوری لایو شو. کمک کردم لایو شما مشکل نخوره سر ساعت برسید لایو شید. تو باز گفتی بابا من اومدی بگی امیر ایزد دمت گرم، امیر ایزد مرسی وقت گذاشتی تو استریم خودت. نه پرایوت دیگه پی وی داداش وای سلطان عاشقتم مرسی قربونت برم. خب منظورش اینه که چرا تو پرایوت قربون صدقه میگی تو پابلیک چیزی نمیگی؟ This is too much chat. زور چونتون میاد. فقط پی وی داداش پی وی سلطان قلب منی شماره یک جهان. آره بابا تو زد زیر گوشت به خودت اومدی وایس بهتر گرفتی. بعد تو هم من توقع داری که من دوباره خودمو چیر کنم این وسط برم سهیل پرنگ بنده خدا اینو داره میگه. سهیل پرنگ کینگ سولبا اینو گفت. سهیل پرنگ میگه آقا امیر ایزد من چند ماه دنبال این آدم دویدم منو گوست کرد. حالا تو اومدی میگی تلفنای ما رو جواب نمیده فلان. تو این کارو کردی با سهیل پرنگ. تو این حرکت زدی با سهیل پرنگ. بعد حالا این آدم چی میگه بابا حالا سهیل پرنگ اومده مثلا 4 روز قبل موضوع رو اعلام کرده، ناراحتیشو اعلام کرده. خب این نمیدونست اسکرین شات داره که واکنشش چی بود. همین رفیقش فلیم حسین اومد یه عکس گذاشت از سهیل سولبا اینجوری بازو گرفته بود. در واکنش به ناراحتی سهیل پرنگ عکس گذاشت اینجوری بازو گرفته بود. خب تو تخمت هم نبود سهیل پرنگ ناراحته چون میگفتی مدرک که نداره. خب اکثر پاک کرد گفتی امیر ایزد خودم تو گوشش رفتم اکثر پاک کردم درسته. اومد عکس گذاشت شما چشاتو چپ کرده بود یعنی مثلا ما به تخمونه ما فانیم فلان. بعد تو میگفتی داداش به خدا من دیدم حال سهیل پرنگ ناراحت کل هفته حالم بد بود. حالت بد بود شب تو استریم فوتبال بودید واسه من از این ور زمین میدوید اون ور زمین اون ور اون بنده خدا اونجوری داشت قصه میخورد. بعد دارم دیگه این ویدیو مسیج رو فرنا کن. یا اول فاز چی میخواد رو کنه بمبی میخواد بزنه. یه لحظه وایسید من دونه میخوام حرف بزنم دیگه. 11 آگوست که سهیل پرنگ اومد صحبت کرد گفت کشت کج یوتیوبرها دزدی بوده اومد حرف زد این وایسای سهیل پرنگ. بچه‌ها سلام خیلی مخلص.
داستان یوتیوب فارسی بچه‌ها خیلی فراتر از اون اینا رو گفت. چیزی 11 آگوست اینا رو گفت، درسته؟ پانچلاین بعدی رو نگاه کن. 11 آگوست سهیل پرنگ این حرفا رو زد. همین رفیق خیلی با غیرتت اومد چیکار کرد داداش؟ اومد ساعت 7:30 بعد از ظهرش این حرفا رو میزد سهیل پرنگ. فرداش 3 ظهر این ویدیو مسیج رو مامانش گرفت. به لیریکی که میخونه دقت کنید. فردا یه روزی که سهیل پرنگ حرف زد. بزرگونه که خیرش برسه کاکلدی زیدت سمجه. درست. همینجوری بوده دیگه، داشته داب اسمش میگرفته فرداش. بزرگونه که خیرش برسه کاکلدی زیدت سمج. اوکیه. اوکی. اینجوری شما احترام حفظ میکنید، اینجوری شما این کارا رو میکنید. بعد اومده اطرافیان مهمن دیگه، اطرافیان مهمن. امشب که زنگ میزنی به علی زودیاک چجوری باید این مشکل حل بشه؟ امیرعزت چیکارش کنیم؟ امیرعزت راهی نیست، کاری نمیشه کرد. تو این حرفا رو مگه نمیزدی؟ کاری نمیشه کرد. تو مگه الان تو موضع ضعف نبودی؟ مگه نمیخواستی مشکل حل بشه؟ مگه من صحبت کرده بودم؟ واکنش رفیق چی بود؟ اومد چی نوشت؟ نامردا چه همزمان چه اتفاقی میفته؟ مهشاد تیم میاد تو کانالش، تو کانال تلگرامش صحبت میکنه در مورد فلیم حسین، ناراحتی و مشکلاتی که فلیم حسین داشته رو صحبت میکنه. سر قضیه حجاب بهش گیر داده بود فلیم حسین تو استریمش و مهشاد باش دراما شده بود و اینا، یادتونه دیگه؟ نه متاسفانه یادم نیست. بعد اومد چی نوشت؟ دوست دختر منو دوره کردید انداختید به جونم. اومد نوشت باحال گوش کنید. دعوای شخصی منو دوست دخترم اومدید پابلیک کردین، بدهکار شدم. آبرو منو من معذرت خواهی کنم. بچه کرجم، چیرم تو مظلوم نمایی. من بابا ندارم، از هیتم نمیترسم. تهدید. آخه بچه چونی که نوشتی نمیرفتین سراغ دوست دخترم. تو کانالش خود مهشاد تیم نوشته. مهشاد تیم میخواست وایس کیری تو رو پخش کنه که توش کس و شعر میگفتی. من به مهشاد تیم گفتم بابا بی خیال شو، نمیخواد. به جنازه حالا لگد نزن. هر جور خودت میدونی میخوای پخش کنی پخش کن، ولی وایس پرایوته. یه سری ها میگن آقا وایس پرایوت پخش کردن درست نیست، میره ازت شکایت میکنه فلان میکنه. باز تو این شرایط من جلوی این موضوع رو گرفتم، باش حرف زدم. اونم بزرگی کرد وایس رو هنوز پخش نکرده، با اینکه تو در حقش ظلم کردی. چی شده من اصلا نمیدونم. همه دیگه میدونن کانتنت چی بوده دیگه. دختره رو گیر آوردی، بیای استریم بذاری، تیکه بندازی من دوست دختر جدیدم آوردم، زنگ بزنی رفیقات. کدومه که از خانومایی که همکارم بودن تا الان خوشگل‌تر بودن؟ این کار کیریا دیگه که من ببین تو پسری من مردم، من میفهمم این چه کاری کیریه. خب کاری که تو کردی که تو پسری من مردم. این نکست لول بود، این نکست پانچ لاین بود که زد. ولی باز من نیومدم بگم که آره فوکسر پخش کن، آره دورش کردیم. نه، باید تشکر میکردی، دمتون گرم، بزرگی کردی. ادب نداری ولی تو که نداشت تا ابد پشتم سهیل سلبا. چی شد یهو استریم گذاشتی؟ من که کارم تکیه، من سولوام، من با مامانم و رفیقام و مرجان و اینا دیگه میخوام کار کنم دیگه. من که دیگه تا هیت اومد سمتت، من خبر دارم تو چونت نرفته بود سهیل سلبا الان رفته تو دراما، داری تو چتت هیت میگیری. پشت یارو رو خالی کردی سری. واسه ما که فیلم بازی نکن. ادعای رفاقت کجا دقیقاً؟ نکته مثبت کجاست دقیقاً؟ چتش فریز شده. طرف اومده میدونی این کار کیریه. و شما میخواید مشکل رو حل کنید. چیکار کردی؟ تو موضعی که پشت یارو بودی وقتی کانتنت داشته میدوزیده، حرکت کیری و ناکو رفته رفیق رپرش آورده حسین تیم اون ویدیو مسیج بگیره چیکار کنه. خیلی جالبه. یعنی شما چقدر آخه بی‌ادبی. به جای اینکه به ما احترام بذارید، تو سهیل سلبا اینور پرایوت دنبال حل مسئله است، ریده به خودش. امیرعزت چیکار باید بکنم؟ امیرعزت اینجوری با من صحبت می‌کردی؟ مگه من استریم گذاشته بودم تو قبل این؟ مگه من حرف زده بودم؟ من از اینور به اونور میرفتم سعی می‌کردم مسئله تو حل بشه. خب تو واکنشت چی بوده؟ واکنشت این بوده. عشقای من چطورن؟ حالتون خوبه ردیفی؟ آقا رفیقای ما رو انداختن گوشه رینگ، بعد دارن یکی از این ور کس میگه، یکی از اون ور گم میخوره. میدونم درست نبود از کی تا اینجا کس گفته بود و گو خورده بود؟ مگه غیر از اینه که سهیل پرنگ حرف زده بود؟ اصلا من بخوام همچین ویدیو مسیجی بذارم خطاب به چند نفر، حتی اسمشون هم باور کن نمیدونم.
این ویدیو مسیج منو تو گالریتون سیو کنید، جزو یکی از بزرگترین امتیازهای زندگیتون بدونید. این الان احترام گذاشتنه، این احترام گذاشتنه. یارو یاد کشید فلان رپره رو بیارم نمیدونم میگه این ور اونور کس میگید رفیقای منو گوشه رینگ انداختید. پابلیکت اینه که بیای تهدید کنی فلان رپره ویدیو مسیج بگیره رفیق منو گوشه رینگ انداختید. پرایوت اینه فوق خدایا آره من واقعا کارم چیدی بود. بالاخره ما اونو قبول کنیم یا اینو قبول کنیم، کدومو ببینیم؟ تهدید پابلیک رو نمیدونم تیکه پابلیک و دابسمش کسوشه رو بی احترامی رو بپذیرم یا پرایوت آقا من کارم چیری بوده خودم میدونم و بپذیرم؟ وقتی میای اینجوری با آدم میخوای بازی کنی، اینجا زمین سفته. اینجا ببین اون سم اسنویی که حرمت نگه می‌داره یه زمانی دوست داشت باز سم اسنو هنوز حرف میزنه، ولی ببین سعید راف نیست، سهیل پرنکه. سعید رافی امیر ایزد جای سفته اینجا. تو نمیتونی به من زنگ بزنی گریه کنی کس بگی تو ایران مال تو پارتی. این حرفی که میزنه شاید به نظرتون یکم مثلا اشتباه باشه یا به نظرتون شاید حرفش خود ستایی باشه، ولی واقعا همینه. یعنی من اون اول ریاکشنم بهتون گفتم هر کسی نمیتونه بیاد توی موضع قدرت وایسه و مثلا جواب بده، حتی اگه طرف مقابلش واقعا داره اشتباه میکنه و حق با این بره، حتی اگه حق با شماست، تا وقتی که قدرت کافی نداشته باشید نمیتونید جواب بدید. از نظر تایید اجتماعی، از نظر تعداد مخاطب، از نظر تعداد فالوور، اینا واقعا تاثیرگذارن. یعنی یک فرد میتونه یک کار اشتباه بکنه در قبال یک کانتنت کریتور خیلی کوچیک‌تر و هیچ حرفی هم نشنوه که هیچی، برعکس همه هیتو هم بره سمت اون کسی که واقعا حق باشه. و این چیزایی که داری میگه من سعید راف نیستم، من امیری زدم، من سوئیل پرانکم، that's exactly right. اینکه ایران مال بودم بهت گفتم ببین واسه من این فیلم‌ها رو بازی نکن، گریه نکن، من از گریه انم میگیره. من اینقدر تو احساسات نیست تو اینجور مواقع، فقط منطق. با منطق حرف میزنی. میگفتی بابا به خدا میخوام همه چی رو حل کنم، من تلنگر خوردم میخوام برگردم به عقب، میخوام با حسام اوکیشم با تو اوکیشم، راست میگه اشتباه کردم، باید زودتر با تو حرف میزدم. مگه اینجوری نبود قضیه؟ مگه من کمکت نکردم؟ مگه نرفتم مگه با بابات صحبت نکردم تلفنی؟ مگه با سهیل پرنگ حرف نمیزدم سعی میکردم حل کنم مشکلتونو؟ که الان برسه به اینجا که ویدیو مسیج بذاره اینجوری با راجع ما حرف بزنه. گوشه رینگ کدوم رینگ؟ تو رفتی ویدیو یار رو دزدیدی، ما بردیمت گوشه رینگ. بابا مگه میشه همچین چیزی؟ تو اوج رفاقت تو رو مثل خانواده‌اش میدونسته. خانم سهیل پرنگ من گفت عین برادرمون بود، گفت جایی بوده سهیل آجی چقدر حرفا شبیه حرفای سعید رافه. آجی چقدر شبیه همه پوزیشن‌ها. پرنگ با نظر من که خانومش هم مخالفت کرده بود به خاطر سهیل با اینقدر به ما نزدیک بوده. این آدم اومد به تو گفت قربونت برم من احساس می‌کنم این وایسا رو خود میدونی، خبر داری چه وایسایی به تو داده بود. سهیل پرنگ میرفت تو خیابون گریه میکرد به خاطر کاری که تو باش کرده بودی، به خاطر اینکه ازش دور شده بودی، فقط اینقدر دلش به دل تو نزدیک بود. باز تو همون سو گفتم بابا سهیل داری فیلم بازی میکنی، همین چرا منو باور نمیکنی فلان. گفتم بابا باور کردن آدم از رو عمل کردشونه، تو همین الان داری دروغ میگی. استریم تولدت میگم سهیل پرنگ، سهیل سلبا، رضا آینه مگه رفیق صمیمی تو نیست؟ مگه ادعات نمیشه رفیق خیلی صمیمی با رضا هم ببین رضا آینه همه جا، رضا آینه همه جا. یعنی ببین تو جمع بودیم همه بعد تو رو گفتن. رضا آینه گفته سهیل سلبا داداشم خیلی دوستش دارم. همه ببین یعنی تو اگه میدونستی چقدر برات احترام قائل و چقدر دوست داره، اصلا توصیف نمیتونم بکنم. استریم تولدت اومدی این آدمو دعوت نکردی. گفتم سهیل صحبت همونجا که ادعات میشد تو پارکینگ ایران مال بودم، ادعات میشد دیگه رو راستی. گفتم آجی چرا رضا اینا رو دعوت نکردی ویدیو تولدت؟ چه کار کیری بود؟ دوباره کس گفتی، خالی بستی. گفتی چی؟ داداش تایتل اون ویدیو چی بود امیرعلیزت؟ گفتم سورپرایز سهیل سلبا. داداش سورپرایز شدم دیگه. آخه لاشی با چشم‌بند می‌خواستی به مثلا چشم‌بند داشتی نمیدونستی کجایی سورپرایز شده بودی، قبل اینکه بیافتی تو استخر میدونستی جلوت استخر، گفتی گوشیمو عجیبم درارید. من که میدونم تو خبر داشتی. تو رو که مثل وزارت اطلاعات تو ماشین چشم بسته نبودن 3 ساعت تو مسیر ویلا که. آخه کسچه نگو به من. تو که من که میدونم هنوز ببین نظر برسه به مرحله‌ای که من برم مجبور شم اسکرین بذارم وایس بذارم منم شروع کنم. تو که میدونی داداش می‌خواستی بنیامین تو ویدیو باشه، میدونستی بنیامین و رضا مشکل دارن، خواستی قضیه استودیو دوباره پیش نیاد که گفته بودن علی زودیاک نباشه، گفتی ای بابا بنیامین نباشه فلانی و فلانی نیست، ویوم کم میشه. بگو داداش ویو برام مهمه، اولویتم اینه. پی وی آدما فاز داداشمی همه عمرمی تمام زندگیمی. اصلا این حرف تا صبح حقه. واسه همه ویو مهمه. شاید واسه یه سریا ویو همه چیز نباشه، ولی ویو واسه هر کسی که داره توی پلتفرم‌های پابلیک کار میکنه مهمه.
اصلا دروغه کسی بگه ویو اصلا واسه مهم. 100% ویو واسه همه مهمه. فقط خودم و خودت چیرم تو یوتیوب. این فازا ور ندار. بگو من آدم نون به نرخ روزخوره منفعت طلبیم. تو همون چند روزی که هنوز اسکرین شات نذاشته بود سویل پرنگ، که تو به جای اینکه ناراحت باشی پیش خودت میگفتی بابا این چه اسکرین شات مدرک که نداره، ما تو موضع قدرتیم، عکس اینجوری میذاشتی. همین رفیقت فلیم حسین نوت میذاشی ویوش به خیلیاتون رسیده. من نوشتم چی تو نوتم؟ نوشتم به ما که نرسیده. دهن منو که نمیتونی ببندی. من امیر ایزدم، دهن منو که نمیتونی ببندی بگی ویوش به خیلیاتون رسیده، یعنی طرف اینو بگیرید بابا این همه بهتون کلاب داده فلان کرده. من کیرم تو ویو، من کیرم تو دیوانه وارد که تو بخوای توش. این حرفت یکم تناقض داره داشت امیر، با این 13000 تا ویویی که تو لایو استریمت داری یکم این حرف تناقض داره. بره آروم توش باشی، اصلا میخوام نباشی. که من کسخلم مثلا چون یه مراسمی دارم وسط بازی کنم وای همه باشن با همه خوب باشم سوسکی موش مرده بازی در بیارم که اونجا مراسمم پرتر باشه. کیرم تو مراسمی که بخوام اینجوری باش مراسممو پر کنم که خایمالی آدما رو بکنم لال بشم سر فلان یوتیوبر که از دختر مردم سوء استفاده کرده، لال بشم سر فلانی که فلان کارو کرده که وای همه باشن. نه عمرن من ساکت بشم، عمرن. کسی به ما یادم نمیاد تو دیوانه وارزم جایزه بهترین ویدیو دزدی سالو داشته باشیم. من میام اینجا میرینم به تو تخمم هم نیست کانکشن و ارتباط تو ویدیو فلانی نه تو استریم فلانی فلانجا نه، برام مهم نیست این مسئله، چون نمیذارم ناحقی بشه، چون میدونم چیزی که از حرفای امیر ایزد سنگین‌تره چته. یعنی این چتی که این بغل میاد نمیدونی چه تأثیری داره، واقعا نمیدونی چی کار کردی. احترام وقتی از بین میره، وقتی لول ماجرا میرسه به اینجا که جنابالی مافیا درست کنی، فلیم حسین پاشه بره بگه نه استریم امشب امیر ایزد نباشه، بره به فلانجا پیش فلانی بگه آره سویل پرنگ گیر داده به من، چرا پشت مردم نیستی، ریده به من جلو همه، فلانی سویل سولبا اگه رفیق منی دیگه با این ویدیو نگیرید. از این مارموز بازی‌ها در میارید، آدما رو بایکوت میکنید شما دوتا. من امیر ایزد اینجا لال نمیمونم. ببین وقتی جلو من تو چشام جلوم تخ میکنی کی می کار اشتباهی که هست. ببین شاید اون مثلا حرفی که سویل پرنگ زده باشه مثلا اشتباه باشه، مثلا که تو بری به یکی بگی چرا فلان کانتنت رو نمیذاری، چرا فلان مثلا استوری رو نمیذاری، تو که نهاد واسه بقیه تعیین تکلیف کنی که محتواشون چی باشه. شاید این کار سویل پرنگ اشتباه بود، ولی کار مثلا سویل سولبا و فلیم حسین کجا اشتباه بود؟ اینکه نرفتم بهش بگن آقا شفاف سازی کنن آقا تو اومدی این حرفو به ما زدی، ما دستت ناراحتیم. میدونی سنگاشون رو وا نکندن، گوست کردن، رفتن کانتنت دزدی کردن و این دقیقاً کار اشتباهیشون اینجا بود که همون اول نگرانی‌ها رو برطرف نکردن. این البته نظر بنده است. بازی در بیاری بهت لبخند میزنم بدون میرسه همچین روزی. من آدمی نیستم اونجا از تو ویدیو مسیج من فرار میکنی پشت منو خالی میکنی من اونجا بگم داداش چه کار تخمی کردی. من اونجا به تو یه لبخند میزنم میگم به وقتش، الان وقتش. سیستم گریه کردن و حال خانواده‌ام بعد تو رو خدا هیت نکنید نمیدونم. آره 4 تا بچه 10 ساله 12 ساله 15 ساله که عاشقانه تو رو دوست دارن دلم واسه اونا میسوزه. آره اونا دلشون میسوزه. من آدم بده میبینم، من آدم ترسناکه میبینن. خب من آدم بده میبینم میگم بابا این گناه داره، این باباش گناه داره، مادرش گناه داره. میدونم تیری که مظلوم نمایی روی بخشی از مخاطبا جواب میده، متوجهم. ولی کسی بود اشکای نیلوفر خانمو ببینه، اشکای سویل پرنکو ببینه اون موقعی که جناب علی به تخمتم نبود؟ ببین تخمتم نبود چون نیومدی با این آدم حرف بزنی که کار رسید به اینجا. میگم دید من اشتباهی بود که نرفتم با هم دیگه صحبت کنن. چرا ایگنور میکنی یه آدمو توی تایم طولانی؟ واقعا کار اشتباهیه. گوست کردن واقعا کار خیلی نیومدی حرف بزنی. اشکایی که از چش اینا در اومد خروجی کلاس بازیگری جواد عزتی نبود، خروجی قلبی بود که تو شکوندی، خروجی اعتمادی بود که از بین رفت، اشکی بود که ریخته شد که سری بعدی وقتی میخوان رفیق صمیمی انتخاب کنن باید با شک و تردید انتخاب کنن. این خروجی کار بود. این سیستم مظلوم نمایی، تهدید، وایس نمیدونم به اون دختره وایس بدی تهدید کنی. ولی مثلا وایس یادت دیگه به مهشاد تیم داده بودی. اوبیاس چلون بازه همین الان میری اسخای. میدونی من امیر ایزدم. من what the hell هوشی اینا که پابلیک شو خودش نکست لول. اینجوری نیست منو تهدید کنی، منو نمیتونی مظلوم گیر بیاری بگی نمیدونم حسین تیم بیاد ویدیو مسیج بذاره. بازی رپ مگه دیس بازیه. من تون نمیگم، تون حرف بزنم تون بگم. من آروم حرف بزنم آروم میگم. اوکی. بدون بیت.
جملاتو بخونم دیگه، چیزایی که راجع من نوشته امشب فلیم حسین. امیر ایزد کیری دروغگو. بی همه چیزا شما چجوری نون میبرین سر سفره؟ سفره با سات نیست، کسخل، سفره با سینه. تو انقدر سفره و نون و نمک حالت نیست، بلد نیستی سفره رو بنویسی. بچه چونی. کیری ترین آدمی هست که تو زندگی میدم، بی شرف دروغگو. من آدم کیری ام کسکش. اون موقع که بی ازمک داشت چونت میذاشت. یادت چی شد؟ چه اتفاقی داره؟ یاد میاد؟ یادته گریه می‌کردی علی ازمک لخ وایساده بودی. بچه چونی. من بی همه چیز دادم، من مفت تو رو بردم. اینا که یادشونه، آدما که یادشونه من چیکار کردم اون موقع. یادته؟ یه راه داره امشب تموم نشید که اونم که خودم من از این دنیا ببره لایو نشم. ببین تو که اگه امشب لایو هم بشی واسه اینه که دیدی عدد بالاست. غیر از اینه واسه اینه دیگه امشب بالا. بابا تو انقدر چاقالی، رفیقت داره بگا میره. خب آقا ببین بزن خیلی وای بزن من چیز باحال بگم براتون، خیلی جالبه، با مزه است این موضوع. اینا هیچ وقت فراموش نمیکنم. پست می‌داشتی با سوی با تا تش باهاتم تا تش. الان که اصلا تش نبود خایه کردی. الان که تش نبود خایه کردی. ولی تو که تا تش با رفیقت قرار بود باشی، امروز بچه‌ها این ویدیو مسیج ببینید تو فلیم حسین چه جوری پشت رفیقش در اومد، باورتون نمیشه. نگاه کنید چجوری بعضیا فصل مورد علاقه‌شون تابستونه. واقعا غیر قابل تحمل. رفیق تو داشت چونش پاره میشد این 2 روز 3 روز، اینور گریه اونور گریه، زنگ به این خب من چیکار کنم، بگار رفتم فلانی کمک فلانی بگار رفتم. تو که رفیقش بودی اومدی در مورد تابستون ویدیو مسیج گذاشتی. بچه چونی کدوم رفیقای تو تا حالت خوبی دیدن؟ ما که هر کی یادمون میاد پشت سر تو همین حرفا رو زد که فقط نردبونم بقیه واسط. اومدی از گرمای تابستون حرف زدی وقتی منی که رفیقش نبودم با سهیل پرنگ صحبت می‌کردم، داشتم تلاش می‌کردم یه کانکشنی اتفاق بیفته. خودمو گاییدم، سهیل پرنگ شاهد، خودمو گاییدم بتونم یه کاری کنم اینا 5 دقیقه با هم بتونن حرف بزنن. من این کارو کردم. تو چیکار کردی؟ تابستون آجی هوا گرم شده خدایا. بچه‌ها ویدیوهای خفن تی ام زون. آره اون موقع که ویو کانالت رفته بود بالا، مخاطب اینجوری بالا تلگرامت وایساده بود، کی می‌خوای هوای داداشو داشته باشی، داشتی ویدیوهای جدید تی ام زون رو پروموت می‌کردی. هولی شت. ببین بچه ایرانی، بچهای ایران کونی دو عالم باشن اگه بخوان این کارا رو ببینن و تو رو آدم حساب کنن. آدم ببین پسر ایرانی وجود نداره ببینه تو اینجوری تو این پوزیشن رفیق تو اینجوری کیر می‌کنی پشتش در نمیاد. حالا برید فیلماتون رو بازی کنید. نمیدونم امشب می‌خواید چه فیلمنامه و دیالوگی بنویسید. به نظرم یه فیلمنامه می‌دونید به نظرم تنها راهی که جفتتون نجات پیدا کنید فعلا اینه که ببرید تو فاز اینکه بابا ما هوای همو داریم که یه دیسترک هم بنویسید و یه کاریش کنید دیگه. بابا یه تلاشی بکنید تو رو قرآن. ولی اینا رو که ما یادمون نمیره که رفیقت قالب تویی کرده بود، ناراحت بود. مگه نمیگه کینگ سول با حالش بد بوده؟ تو که داداشش بوده چرا از گرمای تابستون صحبت می‌کردی؟ باباش به خاطر گرمای تابستون حالش بد نبوده. کینگ سول با گرما زده نشده بود. تو شاید ندونی، شاید تو راه خرید کولر باشی، نمیدونم چه مدلی سیستم. نمیدونم. من اگه امشب نشستم اینجا، اگه الان لایو گذاشتم، اگه الان ببین من شیرم هم نیست ویوه. شیر منم نیست. چرا؟ چون من دیوانه‌وارم 45000 تا ویو داشت دیگه. من با مراسمم میام ویو میگیرم. اونجا واسم ارزشمنده. دور هم جمع شیم کل کامیونیتی ویو خفن بگیریم بتره کنیم. خب اون برای من با ارزشه. یه اتفاق مثبت. مخاطب بشینه لذت ببره. من همین الان که این حرفا رو میزنم دلم میسوزه واسه اون مخاطبی که یه زمانی عاشق کلاب شما و سهیل پرنگ بوده، عاشق اون حال خوبه بوده، عاشق اون انرژی مثبت بوده. الان بعد با این واقعیت تلخ روبرو بشه، ببینه نارفیقی است، نامردی است، گریه کنه، بره نمیدونم پست بذاره. من خودم فهم بعد با این واقعیت روبروش که ویدیو کشتی کج نمیاد. بودم یه عمر تو زندگی من 15 سالم بوده، فن رضا پیشرو بودم، چه میدونم با فلانی بهش دیس میداد گریه میکردم. من میفهمم خیلی‌ها قصه میخورن، ولی اگه اینجا نشستم صدامو میبرم بالا، چون 3 روز صدامو بردم بالا این ور اونور زحمت کشیدم که کار به اینجا نکشه. ولی انقدر چیری کاری کردی نشد کار به اینجا نکشه. تو به جای اینکه بیای همون اول که فهمیدی سهیل پرنگ اومد نوشت غیر مستقیم، ببین این آدم شرافت به خرج داد، باز اومد غیر مستقیم تو کانالش حرف زد، گفت آقا یه ماجرایی بوده، 4 تا وایس داد در کمال احترام، در کمال ادب، گفت این ویدیو کشتی کج بوده، یه نفر ساخته فلان. اومدی عکس اینجوری گذاشتی، چشاتو چپ کردی، عکس گذاشتی، تو نوت ریدید بین اون که ویو بهتون داده، رفتی رستوران فوتبال بازی کردی، سهیل پرنگ دوباره به تخمت گرفتی. خب نمیدی زنگ بزنی امیر ایزد داداش سهیل پرنگ همچین حرفی زد، من کار کیری کردم، ویدیو یارو دزدیدم فلان. چه تریک رو در نظر گرفتی؟ تریک میزنم من که من یادم نبوده، به خدا من دزدی نکردم بابا، من اصلا همچین چیزی وجود نداره. پدنه به تخمم گرفتید، رسید به اونجایی که این آدم نوت گذاشت، اسکرین شات رو میکنم، خایه کردی، 7 صبح ماجرا پیش اومد، وایس گریه گذاشتی. پس تو چونت خالید به اینجا برسه، تو میتونستی تو اون یه هفته که سهیل پرنگ اومد حرف زد به خودت بیای تلنگر بخوری، سعی کنی موضوع رو حل کنی، سعی کنی کار به اینجا نکشه. ولی شماها برید تو فاز تهدید، تو فاز بازی روانی، تو فاز فیلم بازی کردن، به این و اون زنگ زدن، گریه کردن. که من برم تو هر جمعی بشینم، تو هر جلسه‌ای بشینم، سعی کنیم راجع به این موضوع صحبت کنیم، این آدم دهنش وا بمونه کارای تو، اون آدم دهنش وا بمونه کارای تو. این رفیق صمیمیت بگه به خدا تا آخرین ثانیه میگفت جون کینگ سول با من ویدیو رو ندزدیدم، اون یکی رفیق صمیمیت بشینه بگه به جون کینگ سول با میگفت من ویدیو رو ندزدیدم.
یعنی همینجوری ولی من میام اینجا الکی قسم میخورد. یعنی موچتو میگیرم. تو لولی داشتی این کارو میکردی که همون روز کارگردان پروژه میدونست این ایده سویل پرنگ که به تخمت گرفتی. مجری برنامه تو از نوشته سویل پرنگ انتخاب کردی. اینقدر دزدیدی محتواشو. تو اتفاقا اونو ساختی که سویل پرنگو بچزونی. خودت هم خوب میدونی. هم خواستی کانتنتشو بدوزی، هم خواستی بایکوتش کنی. فلیم حسین جیمی تو فرستادی. فلیم حسین میگه که جیمی سویل سولواس دیگه. میگه فلیم حسین جیمی سویل سولواس. این جمله نکست لول. جیمی تو فرستادی بره بگه وا به من گفته مردمی نیستی، به من گفته فلان نیستی. کسی دیگه با این ویدیو نگیره. می‌خواستی سویل پرنگو بایکوت کنی، دهنشو ببند. میدونی یعنی این آدم سعید راف نبود. این آدم جای صفر بود، جای صفر شاشیدی. What the hell chat. آدم وقتی تو یعنی بزنگاهی وجود داره. خب یه جایی هست تو اشتباه کردی، خب میری عذرخواهی میکنی، میان اشتباهاتو بهت میفهمونن، میری عذرخواهی میکنی. عذرخواهی هم آداب داره ها. عذرخواهی ببین این شکلیه. سلام به همه مخاطبای عزیز. من با این آدم خیلی صمیمی بودم. این آدمو گستش کردم، اما جوابشو ندادم. به یه ورم گرفتمش، قدبازی در آوردم. خیلی تلاش کرد با من ارتباط بگیره. نه که بیای کسکش بگی من خیلی تلاش کردم باش ارتباط بگیرم، اون بلاکم کرده بود. نه، ماجرا رو داداش از تهش به اولش نگو. به قول هاشم هایزنبرگ یه مثال جالبی زد. میگفت یارو میاد آتیشت میزنه، ولی قصه رو از اونجایی تعریف میکنه که ازت دود بلند میشه. هیچ جا نمیگه چی شد که این یارو سوخت. آتیشش که تموم شد، دود بلند شد، قصه رو از اونجایی میگه که دود داره بلند میشه. تو نیومدی بگی چی شد که این آدم آتیش گرفت که الان دود بلند شده. اومدی چیکار کردی؟ دوباره آتیشش زدی. اومدی اون وایس رو دادی، اون رفتارا رو کردی، عذرخواهی نکردی. الان امشب من هنوز لایو شده بودم که اومدی تهدید کردید. ما واسه خودمون احترام داریم، شخصیت داریم، کاراکتر داریم. یا آدمی که اصلا ربط پس این لایو استریم به خاطر تهدیداییه که دوستان توی چنل تلگرام ایناشون گذاشتن، بعد امیر تصمیم گرفت لایو شه. توی کامیونیتی ما نداره. ما به حسین تیم بی احترامی کرده بودیم. من از استریمش حمایت نکردم. راست میگه. تو تونتون رپ می‌کردی 14000 نفر از استریم حسین تیم هم طرفدار. من آروم آروم رپ می‌کنم، 14000 نفر نگاه می‌کنن. آروم آروم حرف می‌زنم، رپ می‌کنم. کجاست؟ خب ولی من اومدم احترام گذاشتم، گفتم باعث افتخاره، محتوای خفنه، دم فلیم حسین گرم. همون استریم که فلیم حسین تو گذاشتی و رفیق من علی زودیاک اومد کارگردانی کرد. خب ما اینجوری خیرمون میرسه. اون اومد کارگردانی کرد، خیرش رسید. من اینور تو استریم هم حمایت کردم، گفتم دست مریزاد، رکورد ویو زد، تبریک گفتم، با اینکه ارتباطی نداشت. منم خایمال نیستم، به منم چیزی نمیرسه. من اگه می‌خواستم خایمال رپر بکنم، اون زمان که اینجا رپ ریاکشن میگرفتم، خایمالی رپرها رو می‌کردم. اون موقعش نکردم. الان بکنم که برام منفعتی نداره، یا بخوام خایمالی شما رو بکنم، کسی کلپ می‌زنم، کاری می‌کنم خایمالی کنم. اومدم از رو منشم، از رو معرفتم، گفتم آقا کار خفن کرده. دمش کم مخاطب آورد تو کامیونیتی که امشب بیاد بگه نمیدونم با این ادبیات بخواد جای ما صحبت کنه. یعنی الان جایگاه ما جایگاهی که تو بری از رفاقتت سوء استفاده کنی، یه نفر بالاخره خود علی به ما اینجوری بی احترامی کنه. عشقای من چطورن؟ حالتون خوبه ردیفی؟ آقا رفیقای ما رو انداختن گوشه رینگ، بعد دارن یکی از این ور کس میگه، یکی از اون ور گم میخوره. میدونم ما از این ور کس میگیم، از اون ور گم میخوریم. من هنوز لایو نشده بودم، این بی احترامی شروع شده. من لایو نشده بودم، شروع کردی تهدید و فلان و بیسار و بی احترامی. آدم تو این پوزیشن فقط میگه گو خوردم. آدم تو این پوزیشن فقط میره دستبوسی. من اعتماد تو سوء استفاده کردم، محتوای تو رو دزدیدم، اجازه بده دست تو ببوسم، گو خوردم. این میشه روش، منش، اخلاق. نه که بری از رفاقتت با اون آدم سوء استفاده کنی، بخوای زور کامیونیتی رپو بیاری، فنای اونو بیاری که مثلا زور آزمایی کنی. مگه زور آزمایی باشه ما زورمون کمه؟ دقیقاً نکته همینجاست. ما زورمون کمه. تو که تو بخوای به کامیونیتی و با این چیزا فشار وارد کنی به ما، بخوای فشار بیاری به ما که مثلا دهنمون بسته باشه. آره دیدی فلانی نمیدونم دهنش بسته شد، اون که آدمو خفه کرد، اون که آدمو خفه کردی، به فلان دختره وایس تهدیدش کردی، دهنشو بسته کردی. مثلا همینجوری ها. واقعا جاسف شاشیدن احساس می‌کنم. من تو این 2 روز خدا شاهد، به خدا تو این 2 روز هی دارم میگم آقا من کمک کنم این مسئله حل شه، از اینا یه قدم مثبت ببینم، کمک کنم این مسئله حل شه. بابا تو بگو اینقدر پشیمونی واقعی، اینقدر اقدام مثبت. اینقدر اقدام مثبت. کسی اگه آقا من روی صحبتم مخاطباست، اگه شما براتون کلمات هنوز معنی دارن، اگه هنوز اعتماد برای شما معنی داره، رفاقت برای شما معنی داره، احترام برای شما معنی داره، اگه هنوز میفهمید مظلوم نمایی یعنی چی، میفهمید سوء استفاده از احساسات یعنی چی، میفهمید گست کردن یه نفر یعنی چی، یکی رو وابسته خودت کنی بعد گستش کنی یعنی چی، میفهمید بایکوت کردن یعنی چی، مافیا کردن یعنی چی، که بره طرف میدونی من گفتم آقا مافیا بازی تو کامیونیتی نداریم، بهم ثابت شد نداریم، ولی نوشتم چی؟ نوشتم ولی بودن 1-2 نفر تو کامیونیتی که برن سوء استفاده کنن از ارتباطشون که بخوام یکی ضربه بزنن. نوشتم تو کانال تلگرامم. یارو پاشه اینجوری بره فلانی طرف اومده گفته پشت مردم باش،
ترسو نباش، رفتی گفتی ریده به من، کسی دیگه حق نداره با این ویدیو بگیره. نه بابا جدی میگی، اگه هنوز این چیزا براتون معنی داره، به این آدما بفهمونید کار درست چیه. بذارید یه بار شک واقعی رو هم مخاطب بخورن که واسه نفرات بعدی تکرار نشه، چون امروز شک نخوره فردا زورش به نفر بعدی میرسه. ببین سهیل پرنک، بچه‌ها به این فرق فکر کنید، سهیل پرنک اگه اسکرین شات نداشت ماجرا الان یه جور دیگه بودا. تا ثانیه‌ای که این آدم راجع به اسکرین شات صحبت نکرد، بازی دیگه بود. بازی کی گفته همچین چیزی بوده، کی گفته من دزدیدم، بازی عکس بگیریم اینجوری کنیم به کیرمون بگیریم بودا. یعنی الان اسکرین شات نبود 10 تا یوتیوبر پشت سهیل سلبا در میومدن، چون میگفتن آقا به ناحق داره اتهام میزنه، آقا این بدبخت گیر آورده. چون اون آدم ریشه اختلاف انداخته بود این ویروس. آدما آقا من همین امروز پیش یه سری یوتیوبرها بودم، یوتیوبر بود پیش من گفت آقا من اسکرین شات ندیده بودم، این میگفت عمو به جون پدرم من ندزدیدم. منم گفتم بابا راست میگه دیگه، کیرم تو سهیل پرنک. یوتیوبر داشتن حرفو با من میزد دیگه، و یوتیوبرها داشتن این حرفو میزدن. طرف پیش خودم میگفتم بابا جام سهیل پرنک بودم نامردیه، یهو اسکرین شات جنگ سوال پرنگ اسکرین شات من داشت، یه چند نفری میریختن روش، داستان کلا برعکس میشه. که اومد گفتم ای وای این چه آدمی خالی بس، تو این داشتی همچین سوء استفاده می‌کردی. یعنی اگه این آدم اسکرین شات نداشت الان بازی برعکس بود بچه‌ها، الان یه بازی دیگه بود. بازی مافیا سنگاروجی. تو این چند روز آدما یوتیوبرای عزیزی که اومدن صادقانه نشستن حرف زدن، اختلافات مختلف تو کامیونیتی بود، جمعای مختلف نشستیم صحبت کردیم، همه اومدن صادقانه حرف زدن، همه تلاش خودمو کردن به عنوان عضو کوچیکی از این کامیونیتی. آدم بود این ور تلفن متنفر بود از اون ور تلفن، وسط این دو تا ماجرا نشستم، به این گفتم به خدا من این ور رو میشناسم آدم خوبیه، سوء تفاهم شده، به این وری گفتم به خدا میشناسم اون وری آدم خوبیه، شما یه زمان رفیق بودید اشکال داره نکنید این کارو. به من لطف کردن، انقدر آدمایی با شخصیت با اخلاق درستکارین اومدن وقت گذاشتن، با همه اختلاف نشستیم صحبت کردیم، اختلافا حل شد. امشب من صحنه‌ای رو دیدم که آدمایی که تا دیروز من نگران بودم نکنه درگیرشن، نکنه مشکلات بدتر از این شه، همدیگه رو بغل کردن. بهشون گفتم به خدا قشنگترین صحنه‌ای بود که میتونستم ببینم، لذت بردم. من هیچ کارم عضو کوچیکی از این کامیونیتی ام، برادرای بزرگ من بزرگی کردن، خودشون لطف کردن، نشستن با هم دیگه حرف زدن و همشون دیدن چقدر سوء تفاهم بوده، چقدر بعضی جاها آدما موشت موندن، بعضی جاها سوء تفاهم پیش اومده. نگاه نکن الان اینجا دراماست، اینجا عصبانیت، اینجا خشمه. 10 تا به قرآن به جان عزیزام 10 تا مسئله دیگه رو تو این چند روز حل کردیم. به خدا نمیگم رو گردن من بوده، رو دوش من بوده. سام صابری وقت گذاشت حرف زدیم، اشکان شادکامی لطفیت نشستیم حرف زدیم، به خدا اینا وقت گذاشتن. اشکان شادکامی 3 روز این بنده خدا 3 روز این بچه ویدیو نگرفته، 3 روز بنیامین کنسل کرده، خسارتشو داده، مثلا رنت می‌کردن جایی رو رنت می‌کردن، وسیله رنت می‌کردن، خسارتشو داده. من امروز زنگ زدم گفتم اشکان من ازت خواهش می‌کنم ببخشید تو رو خدا، من شرمنده‌ام، من عذرخواهی می‌کنم ویدیو کنسل شده، من معذرت می‌خوام. بابا چه حرفیه، بابا کامیونیتی مهم‌تره با اینکه میدونم 3 روز ویدیوش کرد، میدونم بنیامین 3 روز ویدیوشو نتونسته با این آدم بگیره، اینا وقت گذاشتن بزرگی کردن، اومدن نشستیم رفت با دور هم با احترام صحبت کردیم، حرف دل همدیگه رو زدن، جایی اگه سوء تفاهمی بود مطرح کردن، مشکلات همدیگه رو حل کردن، با هم دوست شدن دوباره، آدم‌ها با هم دوباره ارتباط خوب گرفتن. کلی حرف زدیم، فهمیدیم ریشه خیلی از اختلافات از کجاها بوده، چه آدمای خالی بستن، چه آدمای دروغ گفتن. ولی من اینجای ماجرا نمیتونم ساکت بشینم. تو از تک تک آدمایی که تو اون ویدیو کشتی کج اومدن سوء استفاده کردی. تو بدون اینکه اونا مطلع باشن ویدیو دزدی با اونا گرفتی که یکی دیگه رو بچزونی. خدا شاهده، به خدا نمیدونم اصلا قسم کیلو چنده بابا، قسم چیه؟ همه تلاشمو کردم حل کنی مسئله رو، نخواستی، قدم ور نداشتی، نه تنها قدم ور نداشتی، تو مکالماتی که سعی کردم با صادقانه مسئله رو حل کنم دروغ گفتی. منی که الان اینجوری حرف میزنم آدمی هم که پشت همون فلیم حسین وقتی تو ظلم بود، گوشه یه رینگ بوکس بود، با اینکه برام منفعت نداشت پشتش در اومدم. من همونی هم که پیکسی تو استریمش به شوخی به تو گفت چسخور، پشت تو در اومدم، ولی تو حاضر نشدی یه بار تو کانالت بیای بگی این پارسالی که داره به امیرعزت فوش مادر میده، داره میگه امیرعزت بسیجیه، راست نمیگه، امیرعزت من میشناسم، امیرعزت آدم خوبیه، تو یه بار پشت من در نیومدی، تو همون کانال تلگرامت حاضر نشدی بنویسی آقا امیرعزت آدم درسته، این تهمتا بهش نمیرسه. من بابت کلمه چسخور از تو حمایت کردم، منی که با تو ویدئویی نمیگرفتم، این هفته بریم تو وایت باکس، اون هفته بریم تو بلک باکس، با تو نداشتم، چیزی از تو به من نرسیده، چیزی از تو به من نمیرسید. خایه تو از خایه اسب سر کوچه بی ارزش نبود برای من، نیازی نبود بمالم. رفاقت کردم با تو، انقدر تو رو رفیق میدونستم که وقتی یکی به تو بگه چسخور من بهم بر بخوره، پشت در بیام. ولی تو ویدیو مسیج من فرار کردی منو کیر کنی.
رفتی پشت سرم چی گفتی؟ من خیلی چیزا نگفتم، یه کتابه، ببین من صفحات آروم آروم میخونم، الان صفحه دومیم. رفتی پشت سر من گفتی مگه من با این رفاقت دارم، برای چی میخواد با من رفاقت کنه؟ فازشو گرفته، ویدیو مسیج میخواد بگیره. یه رو قبلش داداش همین قلبم، این نور چشم، من که لبخند زدم بهت، بازم میزنم الان. این لبخند از اون لبخند. فلیم لایو شد، کیرم تو لایو فلیم حسین. یا ابوالفضل من لایو شدم بابا خدایا آخه دشمن لایو زدن ما به اینا یاد دادیم چجوری موضوع از کجای صفحه ببرن، کجای صفحه رو کدوم دشمن کلیک کنن. امشب شبی بود که ببینید ماجرا چه شکلیه. آدمایی که این حرفا رو میزدن، سعید راف زمانی صحبتایی که میکرد، همین حسام سمسنو بدبخت میومد اینجا سوی سلطان، گفتم بابا این حسام سمسنو گناه داره، با این اوکی شو، من میدونم حالا با حسام اختلاف دارید مشکلی دارید، رفیقت گفتم با حسام سمسنو تو رو قلبی دوستت داره، هنوز بچه با احساسی سمسنو. چی میگفتی داداش؟ خودت که میدونی بابا، من باش 1000 بار حرف زدم، کاریش عوض نمیشه. گفتم بابا احساس میکنه این آدم، احساس میکنه دور انداخته شده، همچین احساسی بهش دادی، حداقل اینو حل کن. خودت میدونی دیگه انرژی منفی حسام. من رسیدم به جایی با دیدن تمام ماجراها، تمام مسائل، که این حرفا رو بزنم، که این صحبت‌ها رو بکنم. من رسیدم به اینجام رسید که اومدم حرف بزنم. من 3 روز کون خودم رو پاره کردم مسائل حل بشه. این مسئله حل نشدنی که بود هیچی، این آدما یه قدم ور نداشتن، از خداشون بود برسه به اینجا. به توی مخاطب میگم، یکی مثل ببین یه چیزت بگم، یکی مثل فلیم حسین از اینجور داستانا تغذیه میکنه، از این ماجراها تغذیه میکنه. خوراک این زالو نشید. این اولین نکته، تغذیه میکنه. شما نمیدونید، من یادتون نمیاد، من میدونم از زمانی که اینقدر بود تا الان که اینقدر درامای با نیمالون قرار دعوا میذاشت، مادریتور این آدم رفته بود مجیدیه، فکر کرده بودن خونه بابای منو پیدا کردن، با اسپری رو دیوار خونه نوشته بودن FOE، که من کتمو تنم کردم نشستم اینجا، همون FOE رو دیوار خونه که هکش کرده بودن، هک کردم اینجاش، گفتم تا ابد یادت باشه این فیرا فیزده، ترس از امیر ایزد اینجا زدی، ولی یادت از امیر ایزد بترسی. تو کانالم نوشتم از خدا بترسید، از ایزد منان بترسید، واسه همچین روزی. این آدم تغذیه میکنه. اون زمان با نیمالون دعوا شد، میرفت قرار دعوا میذاشت جلو تابلو، نمیدونم فلان جا عکس میگرفت، نمیدونم قرار دعوا، میومدن خانوادگی تو استریم تهدید میکردن یارو رو، ما موتور فلان میکنیم، بیسار میکنیم. این رفتارهای لو لول که من اون موقع ریدم به هیکل این آدم. خب گذشت، گفتیم آقا بهتر شد فلان. با هادی ویپ هد اون زمان دراماشو چیکار کرد؟ مادریتور دخترش بوکسور بود، با اون رفت ASP پاتوق هادی ویپ هد اونجا بود که یارو رو مادریتور دخترش بزنه. اینا از این مسائل تغذیه میکنن. خب گذشت، دوباره تغییر کرد، یه ذره آدم بهتری شد. اون ماجرای ببین بیارم براتون، بذار همینجا ردش میکنم مثلا. اینا باش درگیری لفظی شدید بین علی بیگزمو و فلیم. این استریم بود. سینا رید به من. به همین راحتی جریان بود تو حاشیه. رفتم آروم دادم، بعد پیغام فرستاد باش. پیشش برو. من چیزی بهت گفتم. جلو جمع غریب برو 30 نفر. اینا مثلا بدونید این چیزا بوده ها، تغذیه میکنه از همین چیزی. حالا نگاه کنید. به من گفتی مادر زنده از این شوخی بدتر. چرا جوریه؟ من اینجا کاری میخوای بکنید بگید آقا این خیلی چیز مهمیه، من اینو واقعا یاد گرفتم تو این چند سال. بگید اگه منم این رفتار باهام بشه اوکی ام با اون رفتار یا نه. این خیلی چیز مهمیه. خودت جای طرف، این خیلی چیز مهمیه، همیشه این کارو بکنید. باز دیگه نمیذاری کنم. چی رفت داری؟ کوسچی. خیلی ناراحت کننده است واقعا. من آدمی هم که اینجا ببین ریاکشن من چجوریه، من مفبر نیستم، نگاه کن. تشریف آورد. سلام. کارش نکن کسی. بعدش این نکته دیگه، آقا یاد بگیرید ای کسی هر چقدر ازش بدتون میاد یاد بگیرید دیگه دنبالش نکنید. این بزرگترین کاریه که در حق خودتون و کل کامیونیتی میکنید. بعد از این شب طوفانی که الان با هم دیدیم، خب ماجرا اینجوری بود. هوش آشتی بلو کرد میگه کلیپ عجیب غریبی. خب والا اینجوری این بود ماجرا. این آدم از این ماجرا تغذیه میکنه. آدمی که پشت رفیقش خالی میکنه، بارها خودش این مسائل ثابت کرده، این رفتارا رو کرده، رو خودتون به عنوان مخاطب میدونید باید چیکار کرد. یاد همین جمله که تو اون استریم گفتم، تو این استریم میگم، یاد بگیرید آدمی که دوستش ندارید و نگاه نکنید. خیلی حرف قشنگی داریم، چون بعضیا از این ماجرا تغذیه میکنن. فعلا صحبت دیگه ای ندارم. برگ دوم این کتاب به اتمام رسید.
برگ دوم این کتاب به اتمام رسید. اوکی این استفاده رسید. تو 2026 من کسی دیگه هیتر امیر ایزد میشه. واقعا میتونم بگم از خدا بترسید. تا درودی دیگر. بدرود مزگنج. سنگین بود جی.